السلام علیکم دوستان عزیز، ادامه می‌دهیم به حل کردن مسئله‌های مرکز ملی تستی از فن متماتیک. تصمیم گرفتیم که در این نوار ما از استریومتری یکم مثال‌هایش رو حل کرده بینیم. مثال 304 مساحت سطح پوره پاراللپیپد راست‌کنجه را از روی سه اندازه آن را یابید. مساحت سطح پوره پاراللپیپد راست‌کنجه اگر ما طرف‌های آن را با A B و C اشاره کنیم، یعنی در مثال اول A ما این 14، B 15 سانتی متر، C 19 سانتی متر می باشد. این مساحت با فرمولای S برابر است به 2 A ضرب B جمع B ضرب C جمع A ضرب C با همین فرمولا یافته می شود مساحت سطح پوره پاراللپیپد. پس با استفاده از همین فرمولش ما میتوانید که 304 305 و 306 را کار کرده بینید، ولی ما یکی از آنها را حاضر کار میکنیم. S برابر است به 2 ضرب در قوس A ضرب B یعنی 14 ضرب 15 جمع B ضرب C یعنی 15 ضرب 19 جمع A ضرب C این 14 ضرب 19. اول داخل قوس رو میبینیم. 2 ضرب 14 ضرب 15 این میشود 4 ضرب 5 20 9 2 در یاد 4 جمع 5 4 جمع 5 9 با 2 در یاد 11 1 1 بر یاد 210 میشده است. جمع 15 ضرب 19 5 ضرب 9 45 5 4 در یاد 5 جمع 9 14 18 2 285 جمع 14 ضرب 19 4 ضرب 9 36 6 3 در یاد 4 جمع 9 13 و 3 16 6 1 بر یاد 266 و هر سه اینها رو جمع کرده میابیم 0 جمع 5 جمع 6 این میشه. اول 2 رو میگذرانیم 11 1 1 بر یاد 1 جمع 8 جمع 6 8 و 6 14 و 1 15 با 1 بر یاد 16 6 1 بر یاد و 2 2 4 4 2 6 با 1 بر یاد 7 761 2 ضرب 761 میشود 1400 1522 1522 سانتی متر کوادراتی. و با استفاده از همین فرمولا شما میتوانید که ما در اینجا قید کردیم شما میتوانید دیگر مثال های یعنی دو مثال دیگر را دیده برایید. دیاگونال کوب در اینجا کوب گفته شده است. پاراللپیپد نو کوب یعنی کوب این پاراللپیپد می باشد که طرفهای A B و C اش برابر هستند، یعنی A برابر است به B برابر است به C و همه اینها را به A برابر شمردن ممکن است. یعنی هر سه همین طرف کوب به هم دیگر برابر است. پس ما میتونیم موافق همین فرمولا کار کنیم. دیاگونال کوب فرمولاش D برابر می شود به A کوادرات از پاراللپیپد A کوادرات جمع B کوادرات جمع C کوادرات است. در اینجا D کوادرات داریم، یعنی D کوادرات برابر است به A کوادرات جمع B کوادرات جمع C کوادرات. این فرمولای دیاگونالی پاراللپیپد است. ولی از بس که در اینجا ما کوب داریم B و C ما هم A می باشند، یعنی به A برابر هستند. پس D در کوادرات برابر است به A در کوادرات جمع A در کوادرات جمع A در کوادرات. در اینجا A در کوادرات 3 بار A در کوادرات داریم، پس 3A در کوادرات و خود همین دیاگونال کوب 9 ریشه 3 است. مثال 307 رو ببینید. دیاگونال کوب 9 ریشه 3 هست. در اینجا ببینید 307 یعنی 9 ریشه 3 این دیاگونال کوب در کوادرات برابر است به 3 ضرب A در کوادرات. 9 ریشه 3 رو به کوادرات برداریم اگر می شود 81 ضرب، یعنی 9 ریشه 3 رو به کوادرات برداریم این در علاوه‌گی می شود 9 در کوادرات ضرب ریشه 3 در کوادرات برابر است به 3 ضرب A در کوادرات. 9 در کوادرات این می شود 81 ضرب 3 در کوادرات این ریشه 3 در کوادرات این می شود 3 برابر است به 3 ضرب A در کوادرات و در اینجا 3 و 3 اختصار می شوند. A در کوادرات برابر می شود به 81 پس A برابر بوده است به 9، یعنی از هر دو طرف ریشه می گیریم A برابر می شود به 9.
و حجمی کوب باشد، در اینجا حجم رو از ما پرسیده است. حجم آن را یابید. حجمی کوب باشد برابر می شود و برابر است به ا در درجه 3. یعنی اگر حجم پاراللیپیپد را یابیم، این می شود ا ضرب ب ضرب c، ولی از بس که در اینجا ما کوب داریم ب و c هم ا می باشند، پس ا ضرب ا در کوب، پس 9 ضرب 9 ضرب 9 یا اینکه 9 در کوب، این می شود 9 کرد 9 81 81 ضرب 9 729 1 کرد 9 9 بله 8 کرد 9 72 729. یعنی جواب تست 307 این 729 بوده است. تست 307 ما جوابش 729 است. حجمی پاراللیپیپد راستگونجا را یابید که پریمتر اساسی آن به 8 متر و دیاگونالش به 4 متر برابر بوده و تیغه پهلویی کنج 60 گرادوس را تشکیل می‌دهد. یعنی دیاگونال کوب به ما معلوم است، یعنی انا همین خط سوخی که در اینجا تصویر کرده شده است و 4 متر برابر است درازیش و کنجی که آن با تیغه پهلویی تشکیل می‌دهد این 60 گرادوس است. و ما باید حجم انا همین پاراللیپیپد را یابیم. کوب نو پاراللیپیپد، یعنی طرفهاش میتواند گوناگون باشد. در اینجا با واسطه انا همین کنج 60 گرادوس و دیاگونال ما میتوانیم که طرف C را یابیم، یعنی بلندی انا همین پاراللیپیپد را یابیم. بلندی پاراللیپیپد را یابیم که در اینجا سه‌کنجه راستگونجا حاصل می شود. انا همین سه‌کنجه‌ای که من با خط سرخ تصویر کردم سه‌کنجه راستگونجا می باشد که C و اینجا L اینها کاتت های سه‌کنجه راستگونجا می باشند. C این کاتتی با کنج 60 گرادوس چسبیده می باشد، پس اگر ما C رو با D تقسیم کنیم، یعنی با 4 متر تقسیم کنیم، این می شود کوسینوسی کنجی انا همون 60 گرادوس که کوسینوس 60 گرادوس این 1 تقسیم 2 می باشد، یعنی C برابر است با 4 ضرب 1 تقسیم 2 و C برابر است با 2 متر. یعنی درازی، یعنی بلندی خود انا همین پاراللیپیپد با 2 متر برابر بوده است. و برای یافتن حجم پاراللیپیپد ما فرمول V برابر است با A ضرب B ضرب C و ما A ضرب B لازم هستند. یعنی ما باید A ضرب B رو پیدا کنیم، بعد بتوانیم حجم پاراللیپیپد رو حساب کرده یا براریم. بیایید از انا همین درازی L استفاده میبریم. درازی L این دیاگونال اساسی پاراللیپیپد می باشد. یعنی برای L من در اینجا نوشته میتوانم که L برابر است با دیاگونال اساس، یعنی A کوادرات جمع B کوادرات. کوادرات L این می شود A کوادرات جمع B کوادرات. و خود L این کاتتی مقابل کنج 60 گرادوس می باشد، پس اگر من L رو با D تقسیم کنم با 4، یعنی باز تقسیم کنم L تقسیم 4 این می شود سینوس 60 گرادوس. سینوس 60 گرادوس که سینوس 60 گرادوس این می شود ریشه 3 تقسیم 2، پس L تقسیم 4 می شود ریشه 3 تقسیم 2. از اینجا L رو یابیم، این می شود 2 ریشه 3 و کوادرات انا هم از این مدل استفاده میبریم. کوادرات L یعنی 2 ریشه 3 در کوادرات این برابر است با A در کوادرات جمع B در کوادرات. این چونین با ما از شرط مسئله پریمتر اساس یعنی P برابر است با A جمع B معلوم است. پس بیاید اگر ما انا همین A جمع B رو در کوادرات برداریم، یعنی پریمتر اساس رو در کوادرات برداریم، چی حاصل می شود؟ در اینجا حاصل می شود که پریمتر اساس در کوادرات یعنی A جمع B در کوادرات که این فرمول ضرب مختصری می شود که A در کوادرات جمع B در کوادرات جمع 2AB. در طرف چپ فرمول ما داریم پریمتر اساس در کوادرات برابر است با A کوادرات جمع B کوادرات جمع 2AB. و در آن همین فرمول بالایی باشد در فرمول دیاگونال اساس رو که ما پیدا کرده بودیم، از این فرمول و از این فرمول استفاده برده انا همون AB رو ما یافته میتوانیم. از فرمول 2 فرمول 1 رو طرح میکنیم. پریمتر اساس در کوادرات، پریمتر اساس با ما معلوم است در بالا، پریمتر اساس با 8 متر برابر است. پس در اینجا ما میتوانیم نویسیم کوادرات آن میشه 64 برابر است با A کوادرات جمع B کوادرات جمع 2AB. خود فرمول 1 باشد، این می شود
2 ریشه 3 در کوادرات این می شود 2 در کوادرات 4 ریشه 3 در کوادرات 3 یعنی 4 ضرب 3 12 این می شود a کوادرات جمع b کوادرات. و اگر ما از ان همین فرمای 2 اینو ما با فرمای 2 اشاره کرده بودیم فرمای 1 رو طرح کنیم 64 طرح 4 ضرب 3 12 از 64 12 رو میگیریم می شود 52 64 طرح 4 ضرب 3 12 بله 52 برابر است و در اینجا a جمع b در کوادرات a جمع b در کوادرات اصلاح می شوند میموند 2ab. پس اگر ab رو یابیم این می شود 52 تقسیم 2 پایان می رود 52 تقسیم 2 ab برابر می شود به 26 یعنی ab رو ما یافتیم 3 رو هم در بالا پیدا کرده بودیم. ببینید که 3 در اینجا به 2 متر برابر شده بود ما اون رو پیدا کردیم. پس در اینجا حجم پاراللپیپد برابر می شود به a ضرب b ضرب c برابر است به a ضرب b در اینجا به ما معلوم است 26 ضرب c به ما معلوم است که 2 این برابر می شده است به باز همون 52 و در اینجا اگر واحدش سانتی متر باشد واحدش متر بوده است 52 متر کوب یعنی حجم پاراللپیپد به 52 متر کوبی برابر بوده است. این بود مثال 308 و عیناً مانند آن همین مثال ما داریم مثال های 309 باز آن همون کنج به ما معلوم است پریمتر اساس و دیاگونال. مثال 310 نیز همین طور. مثال 311 نیز همین طور. اکنون ببینید مثال 312 باشد در اینجا حجم پاراللپیپد راستگونجه را یابید که طرفهای اساسی آن با 5 سانتی متر و 12 سانتی متر با ما a و b در اینجا داده شده است. دیاگونال اون با همواره اساس کنج 45 گرادوس رو تشکیل می‌دهد. در اینجا ما از دیاگونال از کاسینوس این کنج استفاده نمیبریم ولی از تانگنس آن استفاده میبریم چون که ببینید که اگر ما انا همین سه که با کنج 45 گرادوس مقابل است یعنی کاتت مقابل خوابیده کنج هست با کاتت چسبیده کنج یعنی با دیاگونال اساس در اینجا دیاگونال اساس رو ما در مسئله بالوگی با L اشاره کرده بودیم. اگر با L تقسیم کنیم یعنی 3 تقسیم L این تانگنس 45 گرادوس می شود 3 تقسیم L این می شود تانگنس 45 گرادوس که تانگنس 45 گرادوس با 1 برابر است. پس از اینجا برمی آید که 3 برابر بوده است با L پس 3 برابر بوده است با L این دیاگونال اساس می باشد این a کوادرات جمع b کوادرات هست که a و b به ما معلوم هستند. بیایید حساب میکنیم a کوادرات جمع b کوادرات رو. مثال 312 a ما این 5 سانتی متر b ما 12 سانتی متر می باشد یعنی 5 در کوادرات جمع 12 در کوادرات این می شود در اینجا من کوادرات رو از جای برآوردم چون که موافق تئورم پیثاگور می باشد 3 کوادرات برابر است با a کوادرات جمع b کوادرات موافق تئورم پیثاگور و این می شود 169 و اگر 3 رو یابیم این می شود ریشه 169 یعنی که 13 سانتی متر یعنی ما 3 رو یافتیم که 13 سانتی متر بوده است. و اکنون مثلا از ما می پرسد که 312 تشکیل می دهد حجم آن رو یابید یعنی حجم پاراللپیپد رو ما باید پیدا کنیم. v برابر می شود با a ضرب b ضرب c a ضرب b رو ما a ضرب b با ما معلوم است از شرط مسئله 5 ضرب 12 ضرب 3 ما این 13 می باشد اینش هم با ما معلوم است 5 ضرب 12 ضرب 13 این می شود 2 ضرب 3 6 2 جمع 3 5 یعنی 156 و 5 ضرب 156 این می شود 5 ضرب 6 30 0 3 در یاد 5 ضرب 5 25 با 3 در یاد 28 8 2 در یاد 5 ضرب 1 5 2 می شود 780 این بود 5 ضرب 156 ولی 780 و این بود جواب مثال 312 که با استفاده از این حل شما میتونید 313 را نیز حل کرده بینید.